چرا بلاگرهای تاجیک از فعالیت بلاگری دست میکشند؟ سبب تعقیب و یا نصیحت‌های مقامات دولتی است و یا مشکل مالی مجبورشون میکند که خود را به عقب کشند و دیگر درباره مشکلات جامعه گپ نزنند یا نظری مخالفی را بیان ندارند؟ عین زمان چرا شکایت درباره خود کار بلاگرهای تاجیک زیاد است؟ با همین سالها برنامه گپ آزاد را شروع میکنیم. مهمانان ما نورالدین قرشبویف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و دلیر امامعلی بلاگر شناخته تاجیک. سلام و به برنامه ما خوش آمدید. در مدت کوتاه بلاگر شناخته عبدالستار پیر محمدزاده با ادعای اینکه جانبداران حکومت او را خائن ملت میگویند و مخالفین آدم امنیتش میگویند و از بلاگری دست کشید. قضیه ورزشگری شناخته و بلاگر چهارشنبه در دادگاه سامانه ادامه دارد. دادگاه دوشنبه شاهده محمدجانов و مادر شیرزاد محمدجانov که با نام عبدالرحمن نالنو در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند به 6 سال زندان محکوم کرد. این همه چی معنا دارد؟ جناب قرشبویف، از شما شروع میکنیم. مرحمت، نظرتون چی است؟ تشکر میرزا نبی. من از اون که در این محفل شما شرکت دارم افتخار میکنم و پیش از اون که به مسئله از فعالیت دست کشیدن بلاگرها دخل کنیم، ما باید انیق کنیم که حالت و وضعیتی که این یا اون بلاگر را برای از این فعالیت دست کشیدن وادار کرده است باید دقیق برای خود ما مشخص کنیم. اون چیزایی که جناب پیر محمدزاده آوردن و در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، من فکر نمی‌کنم که این سبب اصلی از فعالیت بلاگری دست کشیدن ایشان باشد. شاید سبب‌های دیگر هم هستند، زیرا مقامات حد الامکان کوشش به خرج می‌دهند که امروز فضای مجازی را زیر نظارت قرار داشته باشد و هر چیزی که برای آنها معقول نیست می‌خواهند که از این فضا بیرون باشد. و به همین خاطر من فکر می‌کنم که در مسئله پیر محمدزاده سبب‌ها نه فقط ایراد دوستان و ایراد مخالفین و ایراد اشخاص دیگر باشد. سبب را باید در دیگر جای جست. یعنی ما متاسفانه مقامات تاجیکستان بیشتر از آزادی بیان هراس دارند و بر رشد آزادی بیان با این راه لطمه وارد میکنند. در مسئله شاهده محمدجانov در این مسئله نیست فکر و نظر جانب‌ها پوره و واقعی نیستند. آنچه که فرزند ایشان با تخلص عبدالرحمن نالنو فعالیت بلاگری پیش میبرد، متاسفانه در تاجیکستان بعضی اتهامات را پیش نسبت این یا آن شخص پیش میبرند، ولی این عمل در غرب همچون جنایت محسوب نمی شود و از این لحاظ برای اعمال فرزند و مجازات کشیدن مادر به اندیشه من نادرست است. ولی متاسفانه مقامات با همین اصول کار میبرند. وقتی که مخالفین یا فعالان جامعه بیرون از کشور نظرهای انتقادی بحثناک را در بلاگ های خود در صفحه های اجتماعی خود پیشنهاد میکنند، مقامات راه اصلی را در محدود کردن حقوق و آزادی های خویشاوندان آنها میبینند. تشکر. یعنی که جناب قرشبویف شما به این نظر هستید که به صورت عموم این فشار به آزادی بیان و سخن است. محترم دلیر امامعلی، شما در داخل کشور همچون بلاگر فعالیت دارید و خیلی هم فعال هستید، به همین مسئله چی نظر دارید؟ برادرمان عبدالستار پیر محمدزاده که ما هم باشه در همین کوچه های دوشنبه دیگر هم میبینیم و فکر میکنم که یکی از سبب‌های از فعالیت بلاگری و روزنامه‌نگاری در شبکه‌های اجتماعی دست کشیدن عبدالستار پیر محمدزاده
به نظر من یکی از سبب‌هاش همون تحقیر و تهوین و تهمت‌های مخاطبان است که از هر طرف خودشون هم گفتن. اگر چون من در خون و رگ پوست خودم این یک سال آخر تجربه کرده ایستادم که اگر ما تنقید کنیم برای حکومت میشیم مخالف، خائن، دشمن، ناتوانبین. اگر در کجای یک آبادی را ببینیم و انصافاً بگیم برای مخالفینی که در خارج هستند یا برای مهاجرینی که بیرون از تاجیکستان هستند ما میشیم چاپلوس یا آدم امنیت و حکومت. من فکر میکنم یکی از سبب‌هایی که عبدالستار برادر ما از فعالیت روزنامه‌نگاری در شبکه‌های اجتماعی و بلاگری دست کشید محض همین ناباوری و بی‌اعتمادی مردم به یک ژورنالیست در شبکه‌های اجتماعی است و اینکه شاید نمیدونم مقامات و اداره و نهادهای دخلدار برای که عبدالستار فشار آورده باشن این به خود ایشان معلوم است. خود ایشان باید این تصدیق کنن یا رد کنن. در این مسئله من تقریبا چیزی گفته نمیتونم. دلیر جان، در فعالیت خودت همین گونه فشار و تهدید، همین گونه حرفایی که زدی احساس کردی از طرف مقامات؟ ببین معذرت در شکل خیلی جدیش، در شکل خیلی نمیدونم تحقیرآمیز یا فشارآور ندیدم من، ولی آشکارا میگویم که بعد از هر شهر و ناحیه‌ای که من پیش از رمضان سفر میکردم حتما کارمندان وزارت کارهای داخلی در صورت نمیدونم راهبر شعبه پلیس اون منطقه یا که در مثال بچهای کارمندان امنیت اون منطقه حتما نزد ما می آمدن، ما را به کدام یک اداره می بردن و فقط آشکارا میگم که صحبت های 1 ساعته و نیم ساعته و 10 دقیقه اینا هر جا هر خیل میشد و در یک مدت خیلی کوتاه ما دیگر را میفهمیدیم و اونا برای فعالیت بعدی من یگان مانعی ایجاد نمیکردن. خوشبختانه اینو میگم. همین حرفی که میگی که در صحبت کوتاه یکدیگر رو میفهمیدیم چی بود؟ چی اشاره ها میکردن؟ چی میگفتن؟ دقیقاً مثلا وقتی که من در شهر وحدت بودم، استاد خرشیبایف هم با خبر هست که اداره کدام شعبه جنایت‌های متشکل بود خطا نکنم با نام ششم عدل سابق معروف است که اونجا دعوتی بودم، اونا من مثال میزنم، اونا دقیقاً راهبرشون هم یک نفر خیلی حرفه‌ای با من صحبت میکرد، حدود 2 ساعت وقتم گرفت، ولی متاسفانه خطاشون همین بود که تلفن مرا از دستم گرفتن و اجازه ندادن که یک زنگ به بیرون کنم و مردم هم که مرا در بیرون دیدن وقتی بازداشت این بچه‌ها و سر و صدا برآوردن. یعنی صحبت ما همین بود که دلیر میشد که مثلا ویدیوی فلان جا را نمونیم یا این ویدیو را کوتاه‌تر کنیم یا در فلان موضوع خوبش که بهتر گپ زنیم، زیادتر گپ زنیم که مثلا حل شود یا در این موضوع عموما گپ نزنیم. بیشتر وقت در هر جایی که ما را دعوت میکنن به صحبت ها همین مسئله بررسی میشد که به این موضوع دخالت کنیم، به این موضوع دخالت نکنیم. ولی من آشکارا در این برنامه گپ آزاد میگم که هیچ وقت به گپ اون برادرها نشده است. خوشبختانه من بیرون برآمدم، حتما همون ویدیوها، همون گزارش‌ها رو به همون شکلی که خودم خواستم پیشنهاد مردم کردم. تشکر. یک کاربر نوشته است که پس از جنگ روسیه در اوکراین و تحریمات بر ضد روسیه دیگر بلاگرها از دریافت فایده محروم شدند و خودشون کارو بس کردند. به نظر هر دوی شما این گفته درست است جناب قرشبایف؟ من فکر نمی‌کنم که این سبب اصلی باشد، زیرا برعکس در حالت‌های متشنج شدن مناسبت‌های دو دولت، دو کشور بیگانه امکانات بیشتری فعالیت در شبکه‌های اجتماعی پیدا می شود. من فکر نمی‌کنم که این سبب اصلی باشد. جناب قرشبایف، آیا یگان بلاگر در مورد فشار و تعقیب به سازمان شما مراجعت کرده است؟ اینا می‌خواستم. بله چون حادثه بود وقتی که درباره بلند شدن نرخ آذوقه‌واری یک نفر مواد آماده میکنند و در شبکه اجتماعی پخش میکنند، او را به مقامات دعوت کرده تهدید میکنند که چرا تو به این کار دست زدی، تو میخوای که صلح و ثبات را برهم زنی و اتهامات دیگر. در این حالت ما به بلاگر مصلحت دادم که و یگان معیار قانون را نقض نکرده است و حقوق خودش را به آزادی بیان عملی کرده است و با او کمک یعنی مشورت حقوقی دادیم که من بعد از این در این حالت ها باید چگونه از حقوق منفعتی خودش حمایت کند. متاسفانه یکی از سبب‌های زیر کنترل گرفته توانستن فعالیت بلاگرها از جانب مقامات این معرفت پست حقوقی آنها است. یعنی از یک جانب معرفت حقوقی را از او برخوردار نیستند، از جانب دیگر
یک جانبه حقوقشان رو میدانند ولی عهدهداریشان رو فراموش میکنند. حقوق و عهدهداری این دو مفهوم با هم دیگر بسیار وابسته است. اگر شما خواهید که آزادانه فعالیت برید در فضای مجازی، باید هم حقوق و هم عهدهداری‌های خود را بدانید. اگر از دیدگاه قانون‌های مطبوعات و قانون رادیو و تلویزیون صحبت کنیم، فعالیت بلاگری در تویسان چی در داخل و چی در بیرون به طلبات جوابگو هست یا نه؟ خودی مفهوم بلاگر یا بلاگ نویسی در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان شرح و تفسیر ندارد. آنهایی که به این کار دست میزنند حقوق خودشان را به آزادی بیان، به آزادی ابراز نظر عملی میکنند. یعنی این حقوق کنستیتوشنی است و در سندهای بین المللی نیز کفالت داده می شود. بنابراین فعلا فضای بلاگ ها را یا بلاگ نویسان را فقط از نگاه تامین حقوق به آزادی بیان میتواند منفعت های آنها را حمایت کرده شود. ولی فعالیت آنها در غرب نسبتاً آزاد است. آن چیزی که به نظر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان جنایت است یا حقوق ویرانکنی است، موافق استانداردهای بین المللی این چنین بهاگذاری کرده نمی شود. بله، تشکر. دلیل جان، از تو میخواستم پرسم که در مورد اینکه بعد از حادثه اوکراین، یعنی که بلاگرها دست کشیدن چون که حسابشون قطع کرد شد در یوتیوب، این چیزا نظری تو چه از این واقعیت داره؟ بله، واقعیت دارد. چگونه که استاد قرشیبایف هم گفتن وقتی که واقعه و حادثه ها بسیار سر و صدا می شود، وقتی که واقعه معذرت یک لحظه تلفن رو به آواز کنم. بله، واقعا هم استاد قرشیبایف درست گفتن، وقتی که حادثه و واقعه ها میان دو کشور سر میزند، یعنی بیننده و مخاطب اودیتور زیادتر پیدا میشد و این واقعیت داره که مثلا من در دو شبانه روز 1000 بیننده جمع میکنم که این پیش از جنگ های اوکراین و روسیه خیلی کمتر بود. ما در یک هفته 1000 بیننده جمع میکردیم، یعنی 1000 بیننده نو می آمد صحیفه ما. ولی واقعا از نگاه مبلغ گذاری بودجه با صفر برابر شده است، چون از حساب همون درآمدهایی که ما از روسیه میگرفتیم، اکثر بیننده های ما از مهاجرا از روسیه بودند و میان ویدیوهایی که ما پیشنهاد میکردیم هر 5 دقیقه 10 دقیقه رکلام پیدا میشد و از حساب همون رکلام برای ما درهم درآمد می اومد. و امروز همون شرکت های رکلام دهنده تمام رکلامه های خودشون از یوتیوب گرفتن، یعنی گوگل فعالیتش قطع کرد در فدراسیون روسیه و توسط گوگل این رکلام ها پخش میشد در یوتیوب و امروز به صفر برابر است. خیلی که ما در تاجیکستان اگر میلیون ویدیو هم در یوتیوب ببینیم در میانش رکلام پیدا نمیشد. برای ما حساب بیننده های تاجیکستان هم تا این وقت ما درآمد نداشتیم، همه درآمد ما حساب مهاجرایی که در خارج از کشور بودن و به همون خاطر حالی ما از بیننده هامون تقاضا داریم که توسط برنامه‌های VPN وارد شده ویدیو ببینن تا اینکه همون سنتاشون دوباره باز به ما برگردد، به ما فعالیت بلاگریمون رو بازم مستحکم‌تر ادامه بدیم. شاید به همین خاطر بعضی از بلاگرها فعالیتشون قطع کنن، برای که درآمد امروز از فدراسیون روسیه به صفر برابر شده است. از دیدگاه قانون‌های مطبوعات و رادیو و تلویزیون، فعالیت بلاگری در تویسان چی در داخل و چی بیرون از اون به طلبات جوابگو هست یا نه؟ اینو می‌خواستم. به نظرم ما فکر می‌کنم که هر چیزی که قانون منع نکرده است به او اجازه است. یعنی فعالیت بلاگری را قانون‌های جمهوری تاجیکستان منع نکرده است و ماده 30 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آزادی بیان را در تاجیکستان کفالت می‌دهد و از این خاطر فعالیت بلاگرها در دایره قانون عملی کرده می‌شود و آن باید جوابگوی طلبات‌های قانونگذاری جمهوری تاجیکستان باشد. ولی طوری که من گفتم متاسفانه در عملیه حقوق تطبیق کنی کمبودی‌ها وجود دارند و این کمبودی‌ها مخالفت داشتن معیارهای ملی و معیارهای بین المللی در سمت آزادی بیان است. بله، تشکر. دلیل جان، نظر تو راضی هستی به حرفای قرشیبایف؟ مرحبا.
با اجازه یک سوال هم استاد، منی که یعنی تجربه بیش از 8 ساله روزنامه‌نگاری در رسانه‌های خصوصی و دولتی دارم، میخوام از استاد پرسم که اکنون که یک سال اخیر با فعالیت بلاگری مشغول شدم، یعنی ژورنالیستیک در فضای اینترنت، میخوام فهمم که یعنی من حالا همچون فعالیت بلاگری یگان قانون حق و حقوق‌های مرا تنظیم نمیکنن، من میتونم از روی قانون‌هایی که امروز فعالیت ژورنالیست‌ها را تنظیم میکنه دیدار میکنم از روی اون کار فعالیت ما ادامه بدم؟ بله، شما در این صورت شما باید در یکی از اتحادیه‌های ژورنالیستی شامل باشید، یعنی عضویت داشته باشید تا که طبق شهادتنامه‌ای که این سازمان میده شما فعالیت بلاگری خود را همچون ژورنالیستی مستقل ادامه میدهید. بله، تشکر. خانه هستید دلوی جان؟ بله خانه هستم و اعضای اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان هم که هستم و یک سال اخیر از روی همین شهادتنامه همین اتفاق فعالیت مستقل ادامه داده ایستادم. تشکر. و حالا برمیگردیم به یک سال دیگر. مثلا 4 بلاگر تاجیک برای ویدیوی رید فاحشه‌ها در راه که در یوتیوب جای داده شده بود بازداشت شدند. در سامانه ریاست کارهای داخلی گفته شد که بلاگرها بهروز شریفی 27 ساله و رستم اشروی 30 ساله، اینچنین شهریار جلیل و یوسف جان دولتمراد برای تنظیم و پهن نمودن برنامه‌های ویدیویی بازداشت شدند. آیا مقامات درست عمل کردند؟ محترم دلیر امام علی، از شما میخوام بپرسم. البته شکل برخوردی که این بچه‌ها داشتن 2 سال پیش بود خطا نکنم، شکل برخوردشون یکم با فرهنگ و معیارهای اخلاقی و انسانی ما درست نبود، برای که ما نمیخوایم یک کشوری هستیم که بیش از 90% مسلمان هستیم و آنها آشکارا چهره اون دخترها را نشان میدادن و آشکارا صحبتاشون را پهن میکردن، هر صحبتایی که فحشی که بود. به همین خاطر شکل برخورد درست نبود، ولی مناسبت به موضوع بسیار موضوع عجیب بود، بسیار موضوع دردناک بود، بسیار موضوع مطرح بود که بعد از اونم صف فاحشه ها در تاجیکستان برای چند وقت کم شد در دوشنبه، ولی باز متاسفانه شب روز باز زیاد شد، ولی تو رمضان در نظر دارم شکل برخوردشان یکم خطا بود. فکر میکنم به همین خاطر مقامات انتظامی با اونها یکم مناسبت درشت کردن، دغل کردن، ویدیو را تازه کردن، اونها را به مقامات دعوت کردن و صحبت‌های گذروندن. به همین خاطر تشکر. جناب قرشبویف، شما راضی هستید به حرفای دلیر امام علی در همین موضوع، همین مسئله؟ قسما راضی هستم در مسئله برخورد و موضوع و عمل این بلاگرها. من این قضیه رو پیگیری هم کرده بودم و خوب میدانم که عمل مقامات نادرست بود و در اون موادهایی که در رسانه ها و در شبکه‌های اجتماعی پخش شد این چیز تاکید شده بود و اگر باید مسئله رو از دو جانب بررسی کنیم. بله. بلاگرها با راضیگی اون زنها با آنها صحبت کردن و ثبت کردن. موافق قانون اگر آنها میگفتند که سیمای ما را در گزارشتان پهن نکنید، آنها حق بودند، ولی آنها بر عوض این صحبتشان مبلغ گرفتند و در صورت پهن کردن این یا آن ثبت و تصویر قانونگذاری مجازات پیشنهاد نمی‌کند، یعنی اگر تو بر عوض وی پول گرفته باشی. این یک مسئله دوم، اگر در عمل بلاگرها ترکیب جنایت وجود می داشت، مقامات آنها هر دو جانب را به مراسا آورده بلاگران را از مجازات آزاد نمی کرد. بله، تشکر. و حالا هر دوی شما را به یک صحبت سریراهی همکارانم دعوت میکنم که از ساکنان دوشنبه درباره فعالیت بلاگرها و بلاگرها پرسیدن. تماشاش نمیکنم، اهمیتش نمیکنم، برای اینترس نمیکنم. فعالیت بلاگرهای تاجیک راست گپ من فکر نمیکنم که برای پیشروی تاجیکستان یا که برای یگان بهبودی تاجیکستان باشه، برای فایده خود و منفعت خودشان بلاگرشان. مقصد تاجیکستان با پیش یا که خیلی گپا میگن، نه با فکر من که همه مقصدشون با منفعت خودشان، برای درآمد خودشان. بلاگری و یا میکنن فایده در بیان اون اهمی حساب میتوانند که با بعضی نیازمندان کمک رسونند. اصلا نوازی در اینترنت ها میبینی میروند پیش یگان کمبغل یگان و یا در کارت ها میکنن، مردم هم میگن که همه خیلی کمبودی دارن، مقصد که همه در مبلغ در کورای برای همه به همه یاردم کردن در کار، برای همه قد ایا جهت خوبه، مقصد برای فایده مردم هم در فایدهشون میرسد در مردم. گفت چرا که اگر
گپی بیزه با هم که گویم دنگ دیوانه برای گپا گپ میزنه بشه در گفته که یکا اونجا طوری نمیگیره. خب این صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان پایتخت را دیدیم. جناب قرشبایف نظر شما به حرفای این پرسش چی است؟ من فکر میکنم که آنهایی که پرسیده شدن تصورات کامل درباره رسالت فعالان جامعه در رشد آزادی بیان اصلا آگاه نیستند و متاسفانه در بلاک ها مسائل مبرم کم به نظر می رسد و از این خاطر اون پرسیده شدگان که با بعضی از بلاک های صفتا به نظر من اونقدر خوب نیستن آشنایی پیدا کردم و تصوراتشون به اندیشه من نادرست است. تشکر. دلیر امام علی، شما که به واسطه بلاگر هستید، به این حرفایی که گفته شد که بلاگرها به خاطر کیسه خودشون منفعت خودشون این کار انجام میدن، نظرتون چه است؟ واقعا گروه های هستند که چگونه که استاد درست قید کردن، گروه های هستند که امروز با جمع کردن مبلغ با کسای نیازمند مشغول هستند. اینا خیلی معروف هم هستند و باز گروه های هستند که در شبکه‌های اجتماعی وقتی که همچون بلاگر معروف شدن با بازی های قمار گذراندن مشغول میشن، مثل برد خانه، برد ماشین، برد مبلغ، توفه های دیگر. شاید آنها از این حساب یکون درهم به فایده خودشون بگیرن، ولی من که هیچ وقت این کارا نکردم. مثلا یگانه نقطه پول جمع کنی که من داشتم هفته گذشته برای یک نفری که میخواست با دوچرخه زیارت خانه خدا برد، برای اون یک مقدار مبلغ لازم بود و منم صورت حساب کارت بانکی خود اون نفر مانده بودم که برای من یگان درهم نوید خودشون اونجا مستقیم گذراندن و اون نفر مبلغش هم جمع کرد و این شب روز باید رود خانه خدا با دوچرخه. ولی واقعا چگونه که استاد درست قید کردن، افرادی که از کوچه ها پرسیده شد اونا همون مثل گفتی خود یک آدم پرسیده شدن دنگ و دیوانه ها را تماشا میکنن که این گناه ما ژورنالیست‌های حرفه‌ای هم هست که دیرتر به شبکه‌های اجتماعی آمدیم و کمتر هم هست. من حدود همین 4-5 ژورنالیست شاید گفتن نتوانم که امروز فعالیت بلاگری در شبکه‌های اجتماعی دارن، خیلی کمن. ما باید بروقتر می آمدیم و زیادتر می آمدیم. حالا هم دیر نیست. از همکسبا خواهش میکنم که هر برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی، صحبت‌هایی که تهیه میکنن در برابری که در تلویزیون و رادیو یا رسانه‌های خودشون نشر میکنن، حتما در صفحه شخصی خودشون هم بکشن در یوتیوب و در اونجا هم نشر کنن تا اینکه ما همون فضای دنگ و دیوانه ها را به گفت همونو کمتر کنیم و حرفه‌ها زیادتر اونجا پیدا شویم. شما درباره حرفه‌ها گپ میزنید، درست است، ولی ببینید حرفه‌ها دست کشیده ایستادن، عاقب نشسته ایستادن. مثلا عبدالستار پیر محمدزاده، به این چی میگوید شما؟ آخه یک مثال اکای عبدالستار نمیتونه دلیل مشابه. مثلا من عبدالعزیز وصیف، سابق سرمحرر آزادگان، دلیر شریپوف امروز صحیفه خوبی کتابخوان دارد، ذوقبک سیدامینی، سابق کارمند تلویزیون تاجیکستان، یا بچه‌هایی که در فرج کار کرده ایستادن در برابر فعالیتشون صحیفه خودشون دارن، بچه‌هایی که در آزیا پلوس کار کرده ایستادن، بچه‌هایی که در زیرا مدیا کار کرده ایستادن، یا برادر ما جمشید فامیلشون رو فراموش کردم از ولایت سوخت، یا بچه‌ای که در صحیفه دیدگاه دارن از ولایت سوخت. یعنی این شماره میتونه خیلی زیاد شود هستن. یعنی فقط از فعالیت دست کشیدن اکای عبدالستار مثال شدن نمیتونه که ما هممون دل مانده میشیم. شاید درست اکای عبدالستار دیگر تاب و توان این همه تحقیر و حقارت‌ها را برداشت نکرد و بس کرد، ولی ما هیچ وقت تن نمیدیم با این حقارت‌ها، با این دشنام، با این تحقیرها، چون میدونیم تاجیکستان هنوز یک کشور قانون محور است، سرقانون داریم خدا را شکر و امید داریم که زیر اون قانون هایی که فعالیت ما را اداره میکنن میتونیم فعالیت ما را ادامه بدیم، بس کردنی نیستیم. ببینید، به نظر شما همچنین یک بلاگر فعال تاجیک، خود این بلاگران تا چه حد در رشد و انکشاف آزادی بیان و گوناگون اندیشی، آشکار کردن کمبودی‌های کاری مقامات کمک میکنن؟ یک سال اخیر که بچهای حرفه‌ای زیادتر آمده ایستادن، ما فکر میکنم که خیلی سهمی بارز گذاشتیم. ما تا ما بچه‌های بودن در این میدان که اونا فقط همون آش خوردن و نمیدونم ماشینای نو خریدنشون و کجای سیاحت رفتنشون تبلیغ میکردن. من فکر میکنم که یک سال اخیر ما خیلی کمک کردیم. برای نمونه مثال من اخیرا ویدیو از خودم میگم، ما پرتوگاه نداشتن یک محله را با نام ارباب خاتون در سابق ناحیه رودکی امروز ناحیه سینا گفتیم. همگی 2 روز پیش این ویدیوی ما بود که بیش از 300,000 بیننده هم جمع کرد. خود دیروز ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از پای حل این قضیه شد،
چون اونجا همسایه ها به هم جنجال داشتن، به همین خاطر ریاست کارهای داخلی به این کار همراه شد و رفت از همسایه ها را به هم آورد، به سازش آورد. این خبر دیروز شب در صحیفه ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نشر شد که اون میدانچه پرتابگاهی را که گروه می‌خواستن پرتاب اینا گروه میگفت که نه پیش خانه ما بوی میکنند، اونجا را ورزشگاه میکنن و در یک نقطه دیگر جای پرتابگاه پیدا کردن. یعنی همکاری ها بعد از ویدیوهای مورد دیدن الکی پیدا شده ایستاد، به طور ناخودآگاه اونا از پای حل قضیه شده ایستادن. خوشبختانه. تشکر. جناب خرشموی، شما به همین سوالی که من به دلیر دادم چی نظر دارید؟ شما چی میخواید بگویید؟ ما میخوام بگم که امروز با امید نسل کلانسال ژورنالیست‌ها در رشد بلاگ نویسی شدن لازم نیست. بیشتر تکیه به جوانان باید کنیم. طوری که اینجا دلیر گفتن در خوجان الکی یک مکتب تأسیس شده است و راهبر آن جمشید معروف است که نه فقط خودش در شبکه‌های اجتماعی فعال است بلکه دیگر جوانان را تربیت می‌کند تا آنها پادکست های خود را، ویدیوکست های خود را در شبکه‌های اجتماعی پهن کنند. و در این سمت میخواستم یک چیز را کفالت دهم از جانب سازمان خودمان که هر بلاگری که در پی عملی کردن نقشه های خودش با مشکلات حقوقی است، اجتماعی است دچار می‌آید، میتواند به ما مراجعه کنند. ما همیشه آماده هستیم که در حل قضیه آنها شرکت ورزیم. تشکر. و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده از شما میخوام بپرسم که چی میتواند مانع بازداشت و تعقیب بلاگرها شود؟ خواهش میکنم جناب قرشبویف از شما شروع میکنیم. ما فکر میکنم که پیش از همه بلند برداشتن معرفت حقوقی و برهم زدن نیگیلیسم حقوقی میان بلاگ نویسان. دلیر امام علی، شما خواهش میکنم. من میخواستم اعتماد و باوری میان کارمندان مقامات قدرتی و انتظامی به بلاگرها یا ژورنالیستایی که فعالیت ژورنالیستی در شبکه‌های اجتماعی میکنند زیادتر شد. ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخوایم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه. تشکر. و بینندگان عزیز، برنامه گپی آزاد را در همینجا به پایان میبریم. اگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید در پایان همین برنامه نویسید، بگویید که سری کدام موضوع میخواهید بحث کنیم، ما از پیش حتما خواهیم شد. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نبی خالقزاد بودم. خدا نگهدار شما.